حبیب خدا گو عطر زدن. ولی امروز خیلی جوانا را در آغوش میگیری یا حتی موی سفیدا قدی وقتی که در آغوش میگیری همگیش بوی عطر میکنن، همگیشان عطر استفاده میبرند. حتی بسیاری برادرها و بنده های خدا آموخته شدند که پیش از نماز حتمی عطر میزنند بعد نماز میخواند. این هم سنت پیغمبر خدا است. باید وجود ما بوی عطر کند، باید وجود آدم مسلمان تازه باشد، پاکیزه باشد. باید لباس های ما آنقدر آلوفته باشد که دیدگی آدم عاشق لباس ما شود. باید همیشه ما با بوی خوش باشیم. از این زیر کش ها و از این چیزهای نالازمی که در وجود ما هست همیشه باید ما پاکیزه و تازه باشیم. تازگی از ما و شما هست. حبیب خدا میگوید که در یک حدیث مبارک که هر کسی که اگر در وجود او یک ذره کبر باشد وی وارد جنت نمی شود. کبر، تکبری دارد. یک جوان میگوید در بین همون مردمی که پیغمبر این اعلان کرد بسیار یک دستگاه و دکان عالی که داشت، لباس های خوشرو داشت، توفلی های قیمت بها داشت، بسیار گویم که آدمی بدولت که بود، گفت این الرجل یحب ان یکون ثوبه حسنا و نعله حسنا. حبیب خدا گفت اگر لباسی خوب داشته باشی یا پایافزال خوب داشته باشی یا ماشین خوب و خانه تازه خوب و خانه زیبا داشته باشی، آیا اینم کبر است؟ رسول اکرم چی گفتن؟ ان الله جمیل یحب الجمال. و پیغمبر خدا گفتن خدا خوشرو است، خدا زیبا هست، زیباها را دوست می‌دارد. یعنی زیباگی و تازگی این سنت از سنت‌های پیغمبر خدا هست. الکبر بطر الحق و غمت الناس. پیغمبر خدا کبر گفت این است که در برابر امر پروردگارت نافرمانی میکنی و مردم هیچ میشماری، مردم آدم هم نمیشماری. این اگه کبر میگوید. عطر زدن هم از ماست.